ملا کی را میگن؟ آیا کسی که علم دینی نداشته باشه جایز است که او را ما ملا یا که حضرت بگیم؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، کلمه ملا یا اینکه حضرت، داملا یا که ایشان، این الفاظ ادب است که برای اهل علم گفته می شود. یعنی در منطقه های ما عادت همینه که کسایی که اهل علم هستند نظام و ترتیب یک مدرسه را خلاص کرده اند، از جهت ادب با چنین الفاظ خطاب کرده می شوند. همون کسایی را که اونها اهل علم هستند، اهل علوم اسلامی. در هر منطقه فرق میکنه. مثلا در پاکستان، هندوستان، افغانستان، بنگلادش ایجاها مثلا عالماشونه، ملاهاشونه بگیم، اونها مولوی یا اینکه مولانا میگن. در سعودی عالماشونه شیخ میگن. در ترکیه افندی میگن. خلاصه در منطقه های ما ملا، حضرت، ایشان، داملا، این خیلی الفاظ قطعی خطاب میکنن. اینها همه الفاظ ادب هست برای اهل علم. خب اما او کسایی که علم دینی نداشته باشند، البته که اونها را جایز نیست که ما با این خیل الفاظ خطاب بکنیم، چون که یک نوع فریب مردم هسته. همون زمان میشوه که ما یک انسان به علم ملا گفته ما بالاگذارش کردیم و مسائل دینی را از او پرسیدیم، در هر معرکت دعا کن و گبزن همون شهید. یک زمان شهید میشوه که او دیگه افسریتیت پیدا میکنه، در همه جا گبزن بالاگذار میشوه. پس مردم هم مسائل دینی را از او میپرسند، بغیر علم او مثلا فتوا میتیه، دیگه درست و نادرست همه را دیگه ارلش میکنه. به هر صورت زمان میشوه که از این خیل انسانهای به علم یگان خطاگی سرزد، یگان گناه سرزد، مثلا یگان کاری خلاف شریعت سرزد، اولین کسایی که به ملاها طعن میرسونه با شما هستی. همون شما هستی که بعد دیگه میگه ملاها ایخیلان، ملاها اوخیلان، فلان و بسمدان، دیگه ملاها را تنقید کنی را سر میکنی. به همین خاطر ای بی خود مونایی که یک کسی نااهله، یک کسی که علم دینی نداره، او را ما با نام ملا و ایشان و داملا میگیریم، بالاگذارش میکنیم و او یک زمان میشه افسریتیت میشه. بعد دیگه او دیگه ملاها را گبزنی نمیمونه. کسایی که واقعا طالب علم هستند، واقعا نظام و ترتیب یک مدرسه را خوندیان، دیگه این خیلی انسان ها رو دیگه گبزنی نمیمونن دیگه. و دیگه وقتی که افسریتیت پیدا میکنه، ای روی کتابای کرلی دیگه قصه ها ازیاد میکنه و نقل کردن میگیره. نه ای قرآن میفهمه و نه ای سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمه. خب خاک ای تراب فرق نمیکنه، امام اعظم از امام ابو حنیفه فرق نمیکنه. و پس دیگه او کسای واقعی ملا هستن اونها را گبزنی نمیمونه دیگه. به همین خاطر جایز نیست که کسی که علم دینی نداشته باشه ما او را با چنین الفاظ ادب خطابش بکنیم. الفاظی که مخصوص علمای دین، مخصوص اهل علم دینی است. الله رب العالمین در قرآن عظیم الشان میفرماید: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا برابر هستند او کسایی که علم دارند و او کسایی که علم ندارند؟ البته او کسایی که علم دینی دارند، خصوصا علم قرآن و علم سنت آموختند، البته که اونها مرتبهشون بالا و برتر است. او کسایی که علم دینی ندارند، البته که اونها فرق میکنن. نباید که او کسایی که علم دینی ندارند ما اونها را با چنین الفاظ ادب مثلا خطاب بکنیم و در بین مردم اونها همین خیلی نفوذ پیدا بکنن. پس زمانی میشوه که دیگه او را گپش میزنی، دیگه مثلا گپی همین گفتگی در سری خودت میشوه. دیگه او دیگه یگان کلمه رو وقتی که ندونیست و نمیدونم گفته نمیتونه و دیگه شرم داره که بگه که من نمیدونم، از پیش خودش یگان گپی را جواب میتیه به غیر علم. به همین خاطر برادرها و خواهرای عزیز، هر سخنی که میگه، هر کسی را که خطاب میکنه، باید همون سخنی میگفتگیتون، همون کلمه‌ای که با او خطاب میکنه مناسب همون باشه. اهل علم به خاطر علم دینیش میتونه که با چنین الفاظ ادب خطابشو بکنین. داملا، ایشان، ملا، مولوی یا که مولانا، این الفاظ ادب است. ولی یک کسی که علم دینی نداشته باشه نباید که با چنین الفاظ ما را خطاب بکنیم. والله اعلم بالصواب.